ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی در کوچه ای سیر دریا آشی پلو به بیا در کوچه ای سیر دریا آشی زیتون به بیا آشی پلو با مزه آشی پلو خوشمزه آشی پلو با مزه آشی پلو خوشمزه لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان لذت برد دل و جان آشی زیتون ببیا السلام علیکم مخلصان و هواداران برنامه گپ. السلام علیکم همه آن نفرانی که وای طرف انگام این طرف بیایید تو نزدیک آینه نیلگون بنشینید چون که امروز سیمای آزیا اچ دی و آژانسی تنتنه برای شمایان عزیز نشر نوبتی برنامه هجوی گپ را تقدیم می‌نمایند. عزیزان دل و دیده من می‌خواستم برای شمایان عزیز گفته باشم که ما در یک موضع خیلی عجایب اینجا حضور داریم. این هم باشد همکاری برنامه ما طربخانه قهوه‌خانه زیتون واقع در کوچه سیردریا بینای رقمی 40. عزیزان من گفتنی هستم که در این طربخانه البته شما میتونید با اهل عائله یارو رفیقان آمده باشید. در چنین یک موضع بسیار هم بزیب حتی حجره های علاهیده نیز هست و باید بگم که 30 نمودی طعام‌ها با لذت ترین طعام‌ها آشی پلاو و عموما گپ نیست. دوستان عزیز مرحمت کنید خودتون باز فهمیده میگیرید. چی گفتم یک قرصک برای زیتون. همکار دیگری برنامه ما دوستان عزیز ارجمند استودیو نواربرداری عزیزان ویدیو تمام معرکه های خورسندی شما رو با سطح عالی در صفت اعلی البته برای شمایان عزیز ثبت و نوار میکنند و همه معماهایی که وابسته به صدا است صدا پردازی برنامه ما خوشنگ لیبل ظفرجان دادری ما همینجا نشستیم یک قرصک برای همین بفرمایید. باشد اکنون میخواستم تماشاگران عزیز و ارجمند چون هر وقت با اشتراکداران برنامه شما رو یک بار دیگر شناس گردانده باشیم. دوستی عزیزی ما اکای عزیزی ما علاویدین بیایید. خوش اومدید. مظفر جان و دلیر جان هر دو از لایحه استنداپ خوش اومدیتون. باشتون از سرود خواندید هر دوتون کمک باشتون من آوازش می حقانی در حقیقت جدا میکنم و بسیار میپرستم دوست میدارم خوندم کما باشد در پهلوی ما بهادر جان از ناحیه جبار رسول دوست عزیز ما کرنای نواز خیلی محکم جان شاعری برنامه ما مبارز جان دوست عزیز ما مهمانی همه وقته برنامه ما هلال الدین جان و دوست عزیز ما دلشاد جان امروز مهمانی ما هستند. خب فرصتی آن رسید که یک تابع مردم را خوش کنیم. چی گفتیتون؟ البته بسیاری ها در مثلا در کانال یوتیوب کانال تماشا میکنن شرح ها می نویسند. ما خیلی منتدار هستیم از این دقت آنها توجهی آنها و باوری کامل داریم که رفته شماره آنها باز زیاد می شود. من باوری کامل دارم که همین تابع خوش نیست آدمی که دوست ندارد. البته شما میتوانید از یوتیوب کانال و سیمای آزیا اچ دی همه وقت با برنامه ما باشید. خلاص یه روز یک بچه خانه‌اش آمده است. در یک شورت درات که پدر اکنون چی خیلی نمودی پدر من شما فهمونم مایکا تروسی گالستو کتیشتیم چاینه که تیفله تا میکروسه بچه هم حیران داد تینجیمی گفتم خانه خودم چی نمی بیاد گفتم همالشو گالستو چیزی بگود یا اون کس آمدمونه چی بچه ها یک چیزی من دیگر گفتنی هستم که پس از من همین یک ایدی بسیار هم عالی جناب هر یکی ما اومدن اینجا نشستیم این هم باشد 23 فوریه ایدی ارتش بود همه ما و شما تحفه گرفتیم هم بهادر جان شما چی گفتید؟ ما هم پایپاق زنده باشید همون بریم از لوچ آمدید پایین خیلی گرم دوستو من چی گفتنی همین عالما حساب کتاب کرده برآمدیم عالما هم اکن نمیدونم اکن چی کی حساب کتاب کرده برآمدیم که یک زن حیاتی خودش با
یک مدتی 7 سالش درونی حجره شستشوی وان را میگذارند است 7 سال ما مردها هم از وها قفا ماندگی نه ما هم 7 سال و 2 ماه میدونید چه خکره پشتی دری وان را شودی می برو بهادرکو پایپاق جوراب گفتن یک دوگانه زنگسه گفت است که دوگانه من همین روز مرشدکا بیشتر یک چیز نقص فهمیدم چیه گوید ما حال هم مردها به نسکی و دیزدرانت کم تو فکر دیستاده بودیم برام یک دخترک تگی دری و این کمات به گیره که ایستادگی بود است یک تاش سوال است ها نازیدگی تا حربی و قبیده برفتم میگود ها یا بار حسیشه گفته است یه روز یک بچه خدمت پایسکی آموزش بدسو پاییننده کشل که بده تون دو ایتاش کو یک جای خوابشون اگه پایین به خرافت تیپ توری عملی دنبالش داز آبولده کیمزه دنبالش دیگه یا عملی اون تو خسته چراغ دارن تینجی میگه دیگه و پاییننده من یک آدم دوست ها نه پالتو غلطی دوست خود پالتو میگه میگه من دور نشانده بودم همین آزره کودکای خوابوندن خینده خب همین برابری آدمی کلانسال میشناد که بگم یک زنک که بچه خوابونساز خوره بچه جون خوره افتش نداره ما اگه پیدا شدگی سوال بینه کو خوره و کتوی لک لک آوردگی افتش ند با آرام نمیشد ما آورده ماندگی سون لک لک گوجانده که حاضر برفت لک لک خوره و گوجانده گویت سنی خامرم دسته مادرش هم فیلش هم دیگه و نه پیشه گردونه خورکش خورفت از لک لک یک تا همین به آمد یک تا نوش آمد سرنتید بیا یک تا بچه مادرش من اگه پیدا شدگی گفته حوزرنگی ها همیخیه شدگی پرسیدنش نکن ما یک پالو که خواهم رفتیم میدانی که برای چی میپوسی گوید ما اگه جا پیدا شدگی گود توی لگ لگ آوردگی اکا هم اگه جا پیدا شدگی گود اکات هم لگ لگ آوردگی بوچه هم اگه جا پیدا شدگی گود خواهرم گود خواهرت هم لگ لگ آوردگی گود این خدمت دادام چیزی دکن ما گفتم بچه گفتی دو یک روز یک فرزند مکتب خون خانش ما اندسته کن گیره که دست یخی گیره که دست کن باشم تینجی می باشم چوکات گفت من دیگه مکتب نمیرم تینجی می چون نمیگه من همه مکتب انده گو بچه تو گو بچه گفت مسخره میکنه گفت باشم اینجا مرگ همشه کینوخانه یو همه کینوخانه اشته است تماشا کردن فیلم رفسوس یا همه حال نگاه کنن یک موسفید ریشته شده میخواد پایین این ریادانه گذاشتم برو من این قطار بگذاشتن این قطار هم خیلی گشتیانده eta zanak oy amak şimdi kedap kino tamsha kunim ma tinjimi guftam juvachkam gum va zanakam dilashmas zava marda gashas ku isin mate juvachki nam metiyam şimdi jiba burumda juvachki shumondo dandoni komaki chaspidigi nabude یک تا بچه گیره که ایستادگی بود است همسایه دیده ها بچه جان برای چی گیره میکنی گفت یک سامان پولم گم کردم گفته گیره کردم گفته گفت اما یک سامان بچه‌ام گفت یک سامان گفته با سخت هم گیره کردم اکون برای چیزی گیره میکنی گفت آزی باشد 2 سامان میشو مرد گروسی نو آمدگی ما مردکو اکون گوجوی نروی مگر یک چیزی نو یاد گرفته میبینیم که مرد گروسی آمده حالی خونش من ندارم زنک دیگه ما تینجی میگه اوخا میپزم گفتن مردک یک بار خانه درای دوار تینجی میگه دیگه من گفتم اوخای پخته است کشیده اومده سمبل زندگی فکر خوردم اینا حقانیش من نقض یاد گرفتید میده ها گفت چه نشه وای ماهی خین کار کارچکه خوش است آشنا جان من ماشینی فروختم پول گوجابمون هم گفت دستت به من گفته است همین 23 فوریه گفته خواننده پسر دادا میگفت که دادا 20 سوم پول تید هم مالش بچم دختر دادا جان من با 50 سوم تید ها خب از دور زن دادا جانش من با 200 سوم تید گفت ای من ببینید چوکر دیگه هم تو امروز پول میپرسی گفت زن میگفت ای دادا جانش خجالت برآمد می ها پگه 23 فوریه میگفت بعد سال هنجا پسر درست دادا علاقه 23 فوریه ما 8 مرد پول جمع کنیم علاقه مرد گاکور بیاد بچه کپ کلونش بوبا شیخ کراسو بچهش گریه کراسته تینجیم بچه‌م گفت
دانشگاه من خارج کردم گفتسته گریه نکن سالداد نمیگیاد گفتست yakta odam biz yak donishmand biz savol dodiyam. بارکالله Donishmand biz savol برای چی زنها دخترها harbiy va nemirad gut donishmand javob dodiyam va ho komandi nalevaya nodurust mefahmand. از گفتگوی دوتا زن دید دوگانه ها دوگان من فهمیدم که شوی یاش کری شوی جوان کری گفتم من دیگه جوان کردم و پریشان من چخیل کارکاپیوش جوانانه و گفتم من دیگه این دوگانش هیچی نیه تو که زندگی کردی آدم یه آدم پیر میشه افتاد ani خدا چی ani خدا گفته است ani خدا چی خیلی شوی خدا گفت شوی منم از خانه به خوجین همون گپی همون گپ همین سرم فیل کردم استاد به زدم من به دو گفته گپ زدم از یک گفتم گفت ayna بیار ayna تمام شده که خانه Xizmati harbiy va komandir soldatoy qator qadam ondasi kim musiqiy va do'st medorat guftiyam. Go seta soldat man gufta хорошо. Men fortepiano 4 etaj به میبرم. اینم چی کماندر همه قطار کرگی کی ماشین کتی کارچکه چی نمیراد گفت دو کس بیا گویم چی هم تو برو دیگه ماندگی پیاده میرفت Komandir 2 yanvar korba omdasi soldatoy qator qada shab kim döşiydi guftas hamma jim boya bo'lmaypsam shab kim döşiydi gud yaktash man gud haddimo bozadam bemirim degan anjumani تماشاگران عزیز و ارجمند برنامه ما چطوره که اگر شما تماشاگرین دائمی باشید میدونید که از یک چند بخش‌های عبارت است و در پهلوی ما دوستان عزیز و ارجمند شاعری برنامه‌مان محکم جان امروز با چگونه یک دستاویز اومده ما هم خیلی یک انانه کردیم که درباره هر یک همی اشتراکچو یک خصلتنامه یعنی که شما حاضر حجوی دوستانه این بخش حجوی دوستانه سر کرده من از خود شما سر میکنیم البته سنگ خودت بزن در نکند سنی با خودت بزن جلینگ چت بگیره دکو خصلتنامه من مقیمکو عبدالفتایف رحمت شیرین کار است مقیم جان حجونیگار است مقیم جان دوستی خورسندی است و غمبرار است مقیم جان گاه دروغ گوید گاه راست حقا کی محفل آراست هر صحبتش گواراست خوش دیدار است مقیم جان رحمت محکم جان سب در وصفش گویم سخن دارد تنها یک تا زن و هم یک تا خوشتامن وفادار است مقیم جان بوبا شنوید شما این گپا کان لطیفه ها است در حجو بی‌بها است در گپ زدن بلا است افتخار است مقیم جان بارکالله انمینش زور روز از روز گشت است خراب چی میخورد نان و آب وزنش به مثل وزنی گلبهار است مقیم جان یک بار نزدیک گردی اشکما سیل میشد میگم آره خیر ما هم راستی گپ شما تنها فکر نکنید تنها گفتگو نکنید شما ما هم دوستای شاعر داریم دوستایی که قلمشون بینایت اول جناب است جواب با همین شعری حجوی شما دوستان از رهبری سیمایی از اچ دی و کسا میجمی خیر نبوده که شما بخونیم شاعری ما است محکم دائم ما خپ و سرش خم نوبتی سخن آید گپ میزند ولی کم گپ میزند خیلی پست گویا باشد مدام مست کنید اما اگر سرایت انجلا افتد به شست هر شعری تری محکم چون روی گلها شبنم اما گپش کم چرا شاید شده شکم دم درد شکم نیست محکم شاعر سالم و بردم سبب آنکه زبانش دائم پسی لب محکم از این سبب محکم جان شعر می نویسد از جان هر محفلی گپی ما بحر شادی دوستان باشید همین باور کنید اگر باور کنید بی محکم هم نمیشه دوست باور تماشاگران عزیز ارجمند بخش نوبتی برنامه گپی ما که راویان دائمیش دلیر جان و مظفر جان گپ نیوز مرحمت
ассалому алайкум тамошобинони азиз, инак хабарҳои нав. роҳшиносон се нави роҳро муайян карданд: роҳи асфальтпӯш, роҳи ганде ва роҳи ашт. ду муаллими математика аз пушти қарз бо ҳамдигар сахт занозанӣ карданд. чӣ хеле ки мебинед, баъзе масъалаҳоро ҳатто математикаҳоро ҳам ҳал карда наметавонанд. очае ки то 91 солаги умр дидан мехостанд, дар синни 90 гузаштанд. чӣ хеле ки мебинед, на ҳама орзуҳо амалӣ мешаванд. хушдомане ки келинашро мисли духтараш дӯст медоштааст, завҷиҳо биёнагар шӯва додиянд. барои тамошои занозании гурӯҳӣ як модари серфарзанд тортро ба 7 ҳиссаи нобаробар тақсим кардааст. дар тӯй арӯси хеле бенурро ҳамроҳи канайчиҳо шинондиянд. бобои 80 сола дар ин ҳаёт ҳама чизро чашидан дар кор гуфта, овчаркаи ҳамсояро як лағат задааст. дирӯз лелеки як муаллими география давоми 45 дақиқава тамоми дунёро чағ задааст. фолбени ҳама чизи муайян мекардагиро як мошини номуайян задааст. ин буд хабарҳои гап ньюз танҳо барои хушҳолии шумо. саломат бошед. инак ҷангал. ҷангал, зимистон. назди хони хирс беяти харгӯш омда. соли ман ку гуфтааст. буро инҷа бея бор ту. о хирс. оҷим. овози шамол бузад. о хирс, буро инҷа бо гапа ман ту. буро марданг мити пеша буро инҷа беё. о хирс инҷа буро. о марданг мити инҷа буро. Тусад? зоғ болонда будааст. овай зимистон ба хирс хон мерад ку гуфт. ҳам ба омдаги ман инҷа ба. хирс буро инҷа бея бор. خیرس زمستان با خواهم میراد که تو میگفتید خیرس خواه رفتگی بود از خرگوش آمده است داره تق 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 کده او خیرس گفت چشمشه بزرگ شد چیزی میگه گفت بناگاه ایزلینتات نیست میگفت است نیست ایزلینتات گفت خواه بعد یک دو سه ساعت با داره تق تق کده او خیرس گفت با چیزی میگه گفت ایزلینتا آدم نمیگیری میگفت یک روز رحمت تنگی رحمت یک روز خرگوش اکن بچه‌هاش که اشته فرزنداش که اشته سو اکن ها بچه‌هاش که ما میگیم فرزنداش که اشته است جنگل ای خرگوش تو میبیند که охотник ондоз шикорчи ондоз хекада и парондас дангас када парона тир расидаги не ёнашон ба гузаштаги харгӯша исон харгӯш гуфтааст ки фарзандош ба бачаам гӯшатон рус кунед тон гӯт омо чӯ гӯша рус мекунед вай уже парон шуд мо нарисид ку гӯт вай ку парон нарисид оду вай ку ҳақората сар мекунад харгӯш ки сангпушт а дайроча гузаштанашон дар кор будасту сала ку калонда дарёча соне расо ҳадшон мусобиқа гузаштааст агар саргӯш гуфтааст ки уф монда шудам гуфт агар сангпушт ба пеш ҳаракат кун гуфтааст бо ҳаракат кардем наздик як ду қадам мондагида уф монда шудам гуфт агар ду қадам мондагида буромдам вай сангпушт харгӯш ба гуфтааст ки гард набоша қапо амаки наҷмиддин кати холи сорохон занушӯй будену писаро калон шудагӣ гуфтааст ки ҳамиқа меҳнат кардитон даврана азоб кашидтон мо шуморо париж бимбарем гуфтааст амаки наҷмиддинам носа гифтагӣ рафтем гуфтиям сорохон ки рафтиям ако келин франсужен ка будасти ман хуштоманама лювр ба мебарам гуфта музеи калонтарин ба лувр ба гифтам кун шунос карос вай дидиям унҷа این کارتینه این خیال من این اکسپانات من خیال آخر با اومدن یکون سوالشون همین این زنه که تاجیکه گفتم دخترم وای می این پالاتون چیزی میشه تو این خیلی رقص میکنن نه زنهای ما دوی ما اسبای همین زندگی وایده آخر اپی تازگی رحمت بعضی مردها هستند که بسیار نوشیدنی پیوه دوست می‌دارند همون دو کس پیوه نوشیدن علاقه 42 بکال برافت آتش کره ما همین حیات با گند من زیاد گفتاست تینجی میاد چه گفت که همین تو که خبرت های من همین زنه که خودمو یادگیریمو نغزده گفتگی من گشتگی این کردیده
من گشتم من کنکریت نگشتم سانی همین اندرز بینیم کو من همین کو من وای کو من هیچ تیلوگی شده مونده گیدیم وای من خواستم گفتم من اینجاش به اونجا های کو من هیچ تیلوگی من کشته مونده بودم ده هر چیزی همین بس میگه نه همین دینه چشمم فرامت کیت شده است برای همین ماهی تست کلام میشد گفتم همونجا ماهی پرورش کردم یکتاش دوستاش به در دل کرده گفت است که من خانه داشتم حالی زنم که گپ نزدیم گفت ای چوکر داشتم جنگی میگفت نه گفت است من گپی زنم بریدن نمیخوام مرا مدل جان یک بچه خردسال وای با اونسو خونش به همه لباساش تر مادرش ده این چیه همه جا تر تینجیم چوکه دیگه همه بچه ها که وای سگو گربه باز کردیم گفت است ده چو تو تر گفت من درخت بودم دست اما حتی گپا مایکو بیابانده یک تا درخت بوده است اما فقط سگ گفتم گشت از اپتیاد یک روز یک دینозاورچه کو پسر بوده کو دینозاورچه مادرش به سال داده است که مادر جان اگر ما مریم اگر کجا میفرویم گفت موزه به بچه موزه محله درباره ضرر مشروبات های اسپریتی نوشیدن به یک آدم نماینده آمده که مجلس برافت آدم پر همونجا یک زنک برامده تقریبا 50-55 سال برده دوستانی عزیز همین نوشیدن مشروبات اسپریتی عائله های ویران کرد مثلا مرد نوشیده هر روز نوشد زنش برامده میبرود گفتم من عقفایت مردک چقدر نوشیدن ده کار همین خشم یک مرد شبی 23 فوریه نه ایده قید کردگی همین کلیویده روحان در رفت 2 میلیسه دیده سود هفته آمده است یعنی ساعت یک شب شما کجا رفت سود من برای شنیدن معروضه آید ضرری مینوشی رفت سودم ایه یک شبانده شما کی معروضه میکنه ایه آخوشتامونو زنده گفته است دوگانه ادش بس که فالبین برفتم دوگان فالبین برفتم خیر کده است اینم جیم نشته تینجیمی تیه گفت که گفت بقریبی یک تا قامت داری خوش مردکتی من شنو شده زندگی من همین که گفته میه برفتیم گفته است هرچی بنام شد با تو حیران با این خیلی زیق شدشتی گفته من دیگه ولی فالبین درباره شوی خوننگیم هیچی نگفت شیر زنگیفتسو مبارک شود شبی توی شیر به شیر زنگیفتگی شینات موش آمدسو شیر رو تا اچی کده کساش به $100 تقانده خوشبخش برایتشگاه گفتسو فرامده برای دو ایز گفتست تو موش باشه چه خدمت و برایتشگاه میشم گفت منم زنگ نگیفته به شیر بودم اکو جان همین نگاه کنم اگر هر دفعه من نگاه کنم موتان احساس یگان کار کراسید میامین نریختنش به گفت ها کینیات که دینه جدا شدیم گفت یک کاری شدگی گفتم مقیمکا بخش مستقیم سلام خوجم برنامه بردی ساده یک زنک کلانسال مادر تلفن کردم السلام علیکم اکبر جان بچم شما درست می رحمت همین سحر کتی کار با آمده مردم خدمت کنید عمری دراز رزق 120 ساله شوید بچه هم گفتن که من گفتم رحمت خاله جانو من مبارز گفتم ای من خطا فرو آمدم من گفتم ها دو ماندیم یک جا فیرما به آفیسی فیرما به کارمندی انداز آمده است بهادر جان کنی گفتم من حاضر برام دادم بهادر جان گفت اما آینه دیدم بهادر جان بودن که وای هم شما دیدن دیفت است دو نفر هر دوم همکارم کتی فاکولته صنعت برفتیم یعنی میخواندیم بعد سانه رفتیم گفتیم ولی وقت بود استاد جروبک مرادوف باشند می نمی یک بار استاد کفته رفتم دی ها بعد سانه در روی استاد بودیم در کابینه سانه گفتیم در کشودن در آمدیم استاد هستن دو نفر دیگه مهمان هست بعد استاد جان میبخشید ما دیگر دفعه میبینیم نه بچم مهمان عطای خدا گذاریتون گفتن بعد گذشتیم شدیم که این پهلوانگی اشاره کردن گفتن که اینا با یک چای رزید گفتند ما گپشون گفتم وای آدم ما نگاه کردم من گفتم نه رحمت ما حاضر میخیزیم میریم وای گفتم وای آدم نریخت بعد یک 7 minut استاد با گپ زدن و یا خیالشون رسید و
اینا با چای رزید گفتم و آدم گفت استاد نه نگفتم عزیزم یک بار به کی هنگ گفته است چای رزید یک محمد تلفن شد اینم شده که همین دین شده که یک آدم تلفن کرد و آشنا جان میبخشید یک تا اشوله چه هیانکو سرودای ناز میخوانه نامین همین آدم کار بود کدام اشوله چه سرودای ناز کیم نامشانه گوید گفت هم نامش خیینتر ملتر بسیارتر سرودای فلک میخوانه گفته کدام آخی کدامشان آخی گفت و نامشان دانشگاه بود می بود دانشگاه قطب دین و فرسداسه نامی اوکاشان دکان بود لیکن اگر همش بگیرید اگر کارای شدگی کو عجایب کو صحنه اسپکتاکل نمایشنامه بازی کردیم من مولاب چسباندگی کو امکی و بازی کردم امکی و انیسا بازی کردم یک کمر بلندم گاوزانم همین گاوزسی نرمالی یا مال بینم این طرفش تو کانده شده است تو کانده شده سلیمان کو زنم بازی کردم تو کانده شده است آزیر گفتم در تخت شد برام بیرون بی کلیه گم کلیه نیست کرد چیزی شاید کنه پادا بود نمیشد کو شاید کنه هم تو برو ایوای گفت که سرتراش آمده است گفتم با یک جبر رسولف به نمایشنامه کمال خوجندی که رفتگی اکنون هنرمندای کمال خوجندی دروغگویی نمیمونن و ها پس از یک رپلیکای این پارتنر سونی رپلیکا میتینده عبدالرحمن اکو شمسی و اشورو و یا برام من اکو همونجا تر نقش گرفتگی منم اون طرفانه پشتی پردن نیا کنم قربان بابا جان رئیس هم تو کیسه هستی و قادش هم خیلی کو یا ایمپروویزاسیون نکنه اما پریشان بود دوی مش بخواتیم عبدالرحمن اکو اومده همین خیلی گپشان رپلیک شدن مرا شناختی همین خیلی میگم که من قهرمان نامش کی ترام نکن نه شما عبدالرحمن اشورو کتاب با آدم هم تیسرم که نیا کنه گاشته سر گاشته برفتند یه پشتی پر نگفتن گپشون دوامشه چه این خیلی کریه گفتم من گپ مزدگی باشید از روی و گپ زنید شما دوامش خیلی تماشا برای عزیز ارجمند اینک رسیدیم تو با فرصتی اونی که ما نوبت رو با شاعری برنامه محکمی بحرالدین سپرده باشیم گمان میکنم که این نفر آماده هستند تیار هستند امروز اگر خطا نکنم خودتون معرفی کردن گیرید در هوای سروده ای ارمیایی استاد صنعتکاران انور جانکای عزیز اگر شما ما رو تماشا کرده باشید اجازه دهید ما همین متنی که محکم جان نوشته آمدن در هوای سروده شما اجرا کنیم چی گفتی دکا اجازت دادم من گاوزانم کراسی هم زیادم خبشین انورکا اجازت می خب بچه‌ها اجازت گرفتیم از انورکا گرفتیم مرامت میخونیم تیار می شما تیار خدمت کردن از افتخار ما باشد غرور و ننگ و عار ما لیکن افسوس از خدمت گریختن گشته است امروز کسب و کار ما لیکن افسوس از خدمت گریختن گشته است امروز کسب و کار من ای ارمیا ای ارمیا ای ارمیا خدمت کنید ای مردمی وطن ای ارمیا ای ارمیا ای ارمیا نگریزید از خدمت وطن از دوره‌ای پیش همه میدانم اول خدمت بود پس داماد شدن بلیتی حربی نداشته باشید دختردارها دختر نمیدادن بلیتی حربی نداشته باشید دختردارها دختر نمیدادن ای ارمیا ای ارمیا ای ارمیا خدمت کنید ای مردمی وطن ای ارمیا ای ارمیا
گریزید از خدمتی وطن عسکری قطاری بهادر جان باید که هر مرد خدمت نماید قرضی وطن را ادا نماید با خواهشی خود به خدمت رود پیش از آنه که پاویز که آید با خواهشی خود به خدمت رود پیش از آنه که پاویز که آید ای ارمیا ای ارمیا ای ارمیا خدمت کنید ای مردان وطن ای ارمیا ای ارمیا ای ارمیا نگریزید از خدمتی وطن ای ارمیا ای ارمیا ای ارمیا خدمت کنید ای مردان وطن ای ارمیا ای ارمیا ای ارمیا نگریزید از خدمتی وطن البته باوری کامل داریم که هر آن نفری که امروز ما را شنیده ایستادن خدمتچی حربی باشند یک بار دیگر باز یک چی بگم یک الهامی تازه میگیرند ما همه آن نفرانی که تا حال از خدمت کمی کمی سرکشی میکنند گفتنی هستیم که آماده قرضتون رو تمام کنید قرض شما خب باور کنید اگر خانه یک آدم به مولای جیمبرو آمده است مولای جیمبرو السلام علیکم شما منو دعوت کردید می گفتم نه آدم نه یانشون پسرش شما منو دعوت کردید میگه پسرک نه گفت آیون این جین برام من تو دعوت کردم بیا گفتم یه دل بزن کرد یک تا اکو پدر پسرش خدمتی حربی نبوده است خط نویستی که بچه جان به نزدیکی خدمتی حربی تمام میشد برای تو خانه خریدمانیم ماشین خریدمانیم آمدنت به یا زنگ گرفته تیم میگفته خط نویسته فسوندیم بعد یک ما با جواب اتویتنی خط آمده است در دو جامعه به هیچی در کار نی فقط یک التماس یک تا گوسفند خریدانو نامش کپیتان قشخارف گفته مونتو من رفته میکشم و یک دختر دوگانش به گفته است که دوگانه من خوردیمنده فالبی من به پولی مول فال دیده بود هرچی دروغ گفت می راست نشون میگه نه راست گفت من قریب 10 سال باز زایتون کسیرش تو کار کردم یک زنی پروگرامیست کن شوشه وای کداست که روید مگزین بروید یک تا خلیب گیریدو اگر تخم باشد اگر 10 گرم بید دیگر مالش سو مگزین با امسو وای یک تا خلیب تید فتاست دیگر تخم های میفتاست ها گو دیگر نوشد با 9 تا خلیب تید فتاست یک سین خواننده بچه چه بسیار پشت کشته میکشسته شکلی میکشست معلمی هم راهبر میشن وای منو چیر پشتم نکش پولات نمیشد گفت سنبر یعقوبونا فقط میخوام دروغ میگوید شما گفت چوبا گفت من دادای بهادر فقط پشتم میکشم پول میآورم گفتم تماشا ببینید عزیزا ارجمند من باوری کامل دارم که برنامه نشر انا همین دفعه برنامه ما برای شما پسند آمد و یک چیز دیگر رو من گفتنی هستم که سیمای آزیا اچ دی و آژانسی تنتنه تمامی تشویش‌های شما رو آیدی برگزاری توی معرکه‌های شما با خودش میگیرد شما دم گیرید آماده خلاوت ببرید چی گفتید تو رسیدیم به فرجام برنامه به همه شما کیفیت خوش را خواهان هستم به خاندان شما خانه آبادی و تا برنامه‌های دیگر خداحافظی میکنیم خندیدن از خاطرتون نبرورتون خنده کنیدتون خنده زنگ دلی انسان میشوید خیر عزیزان ای دوستان جانی خیر کن ای دوستان جانی خیر کن های ولا آشی پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه آشی پلاو با